بچه‌های عزیزم امروز میخوایم در مورد تقریب صحبت کنیم. 3 مرحله داره تقریب قطع کردن، گرد کردن و حدس زدن جواب که توی کلاس 5 و 6 هست که میگیم که توی ضرب و تقسیم ها جواب رو حدس بزنید. الان برای قطع کردن و approximation میگیم one significant figure، یعنی که تا ما یک رقم داشته باشیم. We must have one digit. اگر گفتن two significant figure we must have two digit، ما باید 2 رقم داشته باشیم. اگر گفتن three significant figure we must have 3 digit. For example 43.257 3 significant figure، یعنی تا 3 رقم داشته باشیم، یعنی ما فقط باید تا 3 رقمش رو نگه داریم 43.2. اگر گفتن تا 4 رقم نگه دارین 4 significant figure، ما باید فقط تا 4 رقمش رو نگه داریم 43.25.